پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره هر یک روزش ثواب 2 ماهه را داره. کسی این 6 روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روز روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما، مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره. طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره، اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دنبار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادر بزرگوار،